به نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و سرزنده باشید. اگه علاقه دارید به طب سنتی و درمانهای ویژه طب سنتی، به کانال علاج بپیوندید و به اطلاعاتتون اضافه کنید. موضوع امروز ما افزایش سایز و قطر آلت تناسلی مردان و تنگ کردن رحم در زنان و همچنین تقویت آلت تناسلی و جایگزین طبیعی برای قرص‌هایی مثل ویاگرا. مردان زیادی وجود دارند که از اندازه آلت تناسلیشون راضی نیستند. این افراد هنگام برقراری رابطه اعتماد به نفس کافی رو ندارن و در واقع نمیتونن رابطه جنسی لذت بخشی رو تجربه کنن. در نتیجه به سراغ داروهای شیمیایی مثل قرص‌های ویاگرا، اسپری‌های صفر کننده و ژل‌های جنسی دیگه میرن و باعث ضررهای جبران ناپذیری میشن و لذتی که میبرن کاذب هست. برای بهتر انجام دادن و به جا آوردن نیاز جنسی باید هر دو نفر به یک اندازه قوی باشند و با هم همکاری کنند. کسایی که ضعف جنسی دارن نباید غذاهایی مثل کاهو، لیمو، آبقوره، ترشی و در کل غذاهایی که طعم سر داشته باشند مصرف کنند و در عوض از غذاهایی مثل جوانه گندم، تره، شوید پلو، حلوای زعفرانی و غذاهایی که طعم گرمی داشته باشند استفاده کنند. اما برای تقویت قوای جنسی مردان روشی هست که بسیار قوی‌تر از قرص ویاگرا هست و بسیار مجرب هست و بارها هم تجربه شده. باید از حلوای سیر استفاده کنید. این حلوا اکسیر تقویت کننده جنسی هست و قدرت فوق‌العاده زیادی داره که اگه ظرفیت استفاده از اون رو ندارید یا اینکه همسرتون ضعیف هست، بهتره از روش‌های دیگه که قدرتشون کمتر باشه استفاده کنید. برای تهیه این حلوا به 70 حب سیر تازه که بر اساس نیازتون هست میتونید کمتر استفاده کنید یا بیشتر. شیر گوسفند، شیر شتر یا شیر گاومیش 1 کیلوگرم. حتما باید از این شیرها استفاده کنید چون این شیرها طعمشون گرم هست. روغن حیوانی 1 کیلوگرم. زعفران آسیاب شده 1 قاشق چای خوری. میخک آسیاب شده 1 قاشق چای خوری، هل آسیاب شده 1 قاشق چای خوری و به 1 کیلو عسل طبیعی هم احتیاج دارید. اما طرز تهیه این حلوا به این صورت هست که اول حبه های سیر رو از وسط نصف کنید و اونا رو در ظرف بزرگی بریزید و به اندازه شیر بریزید که شیر 2 تا 3 سانتی متر روی سیرها رو بپوشونه. بعد روی حرارت ملایم قرار میدید تا شیر و سیر کاملا با هم ترکیب بشن و مقدار زیادی از شیر کم بشه به حدی که در ته ظرف مایع زرد رنگی باقی بمونه. بعد روغن حیوانی و عسل طبیعی رو اضافه کنید و مرتب هم بزنید. دقت کنید که بیشتر از 2 دقیقه طول نکشه چون همون جور که در برنامه‌های گذشته گفتیم حرارت زیاد باعث از بین رفتن خاصیت عسل میشه و اینجوری عسل خاصیتش رو از دست میده. در آخر در حالی که مواد هنوز گرم هستن بلافاصله هل، زعفران و میخک آسیاب شده رو اضافه کنید و اونقدر هم بزنید تا همه مواد با هم ترکیب بشن که میتونید هر روز 1 قاشق غذاخوری صبح یا وقت غروب آفتاب میل کنید و شاهد اثر اعجازانگیز این نسخه باشید. این نسخه باعث گرمی بسیار زیادی در بدن میشه که اگه طبعتون گرمه و طاقت گرمی رو ندارید میتونید از عرق کاسنی، شاتره یا بیدمشک استفاده کنید. اما یکی از بهترین داروهای ضد ضعف جنسی، ضد لاغری و مقوی کمر و اعصاب حلوای مخصوصی هست که برای زوجها و کسایی که تازه ازدواج کردن و میخوان لذت جنسی کاملی داشته باشن پیشنهاد میشه. این حلوا شما را از مصرف هر گونه داروی شیمیایی تقویت جنسی بی‌نیاز میکنه. برای تهیه این حلوا به 500 گرم آرد جوانه گندم، 250 گرم آرد گندم، زنجبیل، هل، فلفل سیاه، دارچین، پودر جوز هندی، میخک هر کدوم به میزان 20 گرم و پسته، مغز گردو، پودر نارگیل از هر کدوم 50 گرم تهیه کنید.
و روغن حیوانی یا روغن کنجد به مقدار لازم و شیره انگور یا عسل طبیعی به اندازه دلخواه تهیه کنید. طرز تهیه این حلوا به این صورت است: اول آرد جوانه گندم و آرد گندم را خوب با هم مخلوط کنید و در ظرفی بریزید و خوب تفتش بدید تا به رنگ قهوه‌ای در بیاد، ولی مواظب باشید که نسوزه. بعد مقداری آب جوشونده شده رو کم کم بهش اضافه کنید و مرتب هم بزنید تا کاملا مخلوط بشن. بعد از اینکه خوب مخلوط شدن، حالا روغن رو بهش اضافه کنید و پس از جذب روغن شیره انگور یا عسل رو اضافه کنید و به مدت 2 دقیقه هم بزنید تا روغن جذب شده از بین بره و بعد سایر مواد پودر شده رو با هم مخلوط کنید و بهش اضافه کنید و خوب هم بزنید. بعد از سرد شدن این مواد میتونید ازش استفاده کنید. اما موضوع کلوف و دراز بودن آلت تناسلی مردها شاید در اوایل ازدواج اهمیت نداشته باشه، اما بعد از 1 ماه رابطه با گشاد شدن رحم زنان کم کم نیاز به آلت بزرگ برای لذت دادن و لذت بردن هست. برای لذت بردن از رابطه یا باید مرد آلت خودش رو بزرگتر کنه یا زن آلت خودش رو تنگتر کنه که برای کلوف و دراز کردن آلت مردان باید روغن تخم شنبلیله و روغن کرچک رو به مقدار مساوی بگیرید و خوب با هم مخلوط کنید و شبها قبل از خواب روی آلت اونقدر بمالید تا جذب پوست بشه و تا صبح دست نزنید تا کاملا جذب پوست بشه. به مدت 1 الی 2 هفته این کار رو بر حسب نیازتون انجام بدید و شاهد بزرگی آلت باشید. اما یک روش خیلی قدیمی برای افزایش طول و قطر آلت تناسلی به این صورت هست که شما کرم‌های خاکی باغچه رو میگیرید و در یک ظرف شیشه‌ای میریزید و در آفتاب قرار میدید تا خشک بشن. بعد میخک، دارچین و جوز هندی به مقدار مساوی میگیرید و آسیاب میکنید. بعد با دنبالچه مرغ یا روغن کرچک مخلوط میکنید و روزی 3 بار به آلت خودتون اونقدر بمالید تا جذب پوست بشه. برای 1 هفته یا بیشتر بر حسب نیازتون تکرار کنید. اما برای تنگ کردن رحم زنان میتونید از آب انار ترش استفاده کنید که باید آب انار ترش رو داخل لگن یا تشتی بریزید و بعد زن باید با بدن لخت داخل آب انار بشینه و با دست آلت خودش رو با آب انار شستشو بده. آب انار باید به قدری باشه که آلت زن کاملا داخل آب انار باشه. این کار رو به مدت 1 یا 2 هفته انجام بدید و نتیجهش رو ببینید. انشاءالله در برنامه‌های بعد به موارد دیگه طب سنتی میپردازیم.